اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این جلسه دوم است از جلسات آموزشی فن فلسفه. در جلسه اول ما گوشه از تاریخ فلسفه را یادآور شدیم و گفتیم که فلسفه در شرق شروع شده است و اما آنچه که خیلی معروف است و مکتوبش هم برای ما تا اینجا هست، در آثارخانه ها وجود دارد، فلسفه است که 6 قرن پیش از میلاد در یونان پیدا شده و در زمان سوفسطائیان به اوجش رسید، یعنی در قرن 5 قبل از میلاد، 5 قرن قبل از میلاد. و گفتیم که سوفسطائیان چی مکتب را پای ریزی کردن، مکتب شک‌گرایی و پوچگرایی را که توضیح دادم و انشاءالله ما در جای خودش و اون اشکالاتی که اونها مطرح کردند پاسخهای فلاسفه را خواهیم داد. آنها پاسخ دارند، یعنی هیچ دیدگاهی از آنها که مطرح کرده اند درست نیست. دلیل های خیلی قوی و نیرومند هست که ادعاهای باطل آنها را رد کرده اند. امروز هم به ادامه همان تاریخ خواهیم پرداخت. قبل از بیان تاریخ یک نکته را عرض کنم. بعضی ها فکر میکنند، البته ریشه در بعضی از کتاب‌های فلسفی که زمان شوروی نوشته شده است این ریشه دارد. وقتی میبینن مثلا فلسفه را تقسیم میکنند به فلسفه رئالیستی و ایدئالیستی. اون وقت میگویند مثلا رئالیست ها مثلا همین ماتریالیست ها هستند. رئالیست معنیش یعنی واقع نگر، فلاسفه واقعی، واقع نگر. اما ایدئالیست ها مثل چه کسانی هستند؟ مثل دینداران. و این از اشتباهات، یکی از غلط ها و اشتباهات های فاحش است. یعنی شاید در ما در تاریخ فلسفه یک همچنین دروغ را گنده تر از این دروغ، بزرگتر از این دروغ سراغ نداشته باشیم که ایدئالیست ها را فکر کنند مثلا کسانی که باور دارند خدایی هست یعنی ایدئالیست، اما کسی که مثلا فکر کند خدا نیست او رئالیست. طبعا بیانات رو نمیخوام اینجا مطرح کنم چون وقت نیست. رئالیست را چنین میگویند که میگوید اول ماده بود بعد نمیدونم شعور. ایدئالیست یعنی اول شعور بعد ماده. بعد بیانای متناقض. البته این دروغه. ما فلاسفه ایدئالیست داریم مثل برکلی، شوپنهاور، اما اینها ربطی به دیندار بودن یا دیندار نبودن ندارد. و اتفاقا تمامی فلاسفه، حالا نگویم تمامش، 95% فلاسفه دینمدار رئالیستند. حالا فلسفه رئالیستی چیست بعدا خواهیم گفت. فقط اینو گفتم که ذهنی دوستان برای دوستان معلوم شود. و هم این شک‌گرایان، سوفسطائیان که عرض کردم در تاریخ فلسفه در زمره فلاسفه ایدئالیستی قرار می‌دهند. حالا اینو یابید و گیرید. تمام فلاسفه دینمدار علیه آنها هستند و اونها ایدئالیست هستند. اون وقت دینمدارا شود مثلا عرضم حضورتون ایدئالیست. خب این دروغ. بعد از سوفسطائیان که دیگر در یونان خیلی رواج پیدا کردند، گسترش پیدا کردند، اولین نفری که در مقابل آنها ایستاد، دروغ‌ها و باطل‌هایشان را برای مردم روشن کرد، بیان کرد، این مرحوم سقراط بود. این مرد بزرگ بود
این خدمتی که سقراط در اندیشه بشری، در تاریخی تفکر انسانیت کرده است، کمتر از کار یک اصلاحگر اجتماعی که مثلا دنیا رو تکان داده است نیست. خدا رحمت کند. این سقراط آمد تمامی آن ادعاهای سوفسطائیان را که آقا در خارج حق و باطل نیست، حق و باطل اگر هست دایر مدار انسان است، یعنی حق این است که به نظر من حق است، باطل این است که به نظر من باطل است. اما آیا این از یک انسان تا یک انسان مشترک است؟ گفت نه. شاید به نظری تو سوفسطائیان حرفشان همینه، حرف آخرشان گفتن حق این است که تو حق میبینی، اما اگر من اون حقی تو را حق نمیبینم در نظر من باطل است، اون باطله، یعنی دایر مداری ماست. آمد سقراط با بیانی پایه‌ریزی بر مبنای استوار عقلی همه اینا رو زیر باشانه زد. روش عجیبی هم داشت این سقراط که بعداً افلاطون، شاگردش افلاطون و بعد از اون شاگرد افلاطون ارسطو کار او را ادامه دادند. دیگر در زمان ارسطو ما سوفسطائی سراغ نداریم، همش دیگه برچیده شدند خدا را شکر. سقراط مادرش مامایی میکرد، یعنی این اطفال رو تربیت میکرد. یه روشی داشت سقراط، عجیب روشی بود، یعنی حقیقت را برای هر کسی که میخواهد حقیقت را بداند با سوال براش معلوم میکرد و خودش هم میگفت این طریقه روشی مامایی است که از مادرم آموختم. حالا من مثال میزنم. فرض کنید یک نفر شک داشت که آیا خدایی هست یا نیست. حالا من مثال میزنم. سقراط خدا رحمت کند نمی آمد برای این طرف مسئله بیان کند، بلکه می آمد سوال با اون مطرح میکرد، اون پاسخ میداد. وقتی اون پاسخ میداد، یعنی در حالا یک تا دو تا سه تا چهار تا پنج تا دهم سوالش پاسخی خودی همون پرسنده تبدیل میشد به همون جواب سقراط بدون اینکه مسئله را از ابتدا برای بیان کند و بعد اون از سقراط دلیل خواهد، از زبان خودی طرف میکشید. خب خیلی روشی عجیبی داشت. البته سقراط را کشتند دیگه، دستگاه سیاست کشت، شهید شد، شهید راه حق بود. بعضی اون را اولین شهید راه حق میدانند، راه حقیقت. گفتیم که سوفسطائیان معنای سوفیست یعنی حکیم، دانشور در زبان یونانی. سقراط هم نیامد بگید من دانشمندم، منم سوفیستم. گفت من فیلسوفم. فیلسوف که فلسفه در ریشه در همین معنا دارد. حالا اینجا دیگه معلوم میشه برای دوستان که فلسفه یعنی چی در لغت. فیلسوف یعنی در فیلسوف، یونانی ها فیلسوف میگویند، از دو قسمت عبارت است، فیلا و سوفس. فیلسوفس، فیلا به معنای دوستدار و سوفس به معنای علم. میگفت من حکیم نیستم، من دوستدار حکمت هستم. من دانشمند نیستم، دانشور نیستم، من دوستدار و محب دانشم. علمای فلاسفه، تاریخ نگاران در بیان علت این که چرا سقراط خودش را فیلسوفس میگفت، دو دلیل بیان کردند. گفتند که اولا سقراط یک شخصیتی خیلی متواضع و خاکساری بود. یعنی فرق میکند یک نفر ادعای دانشمندی کند گوید من دانشمندم، و اون کسی که از روی تواضع گوید من دوستداری دانشم. این یک دلیل. دلیل دیگرم تعریض بر سوفیست ها بود. جناب سقراط
با نامیدن خودش با عنوان فیلسوفیست یعنی فیلسوف و سوفیست ها این پیام را میخواست برساند که سوفیست ها به دانش و تبحری سقراط اقرار داشتند و وقتی سقراط خودش گفت فیلسوف دوستداری دانشم، این نکته را میخواست به سوفسطائیان بگوید که شما که ادعا دارید سوفیست یعنی دانشمندید که در مقابل من هیچید، مثلا من سقراط من نمیگویم من دانشمندم، من محب دانش، من دوستداری دانشم، اما شما ادعا میکنید که مثلا دانشمند سوفیستید. و بعد از سقراط دیگه واژه فیلسوفیست برای بقیه یعنی دانشمندان فلسفه‌ای بعد از سقراط دیگه همین عنوان گذاشته شد و تا به امروز. این هم که در فارسی یا عربی ما فلسفه را به کار میگیریم ریشه در واژه یونانی فیلسوفیست دارد که گفتیم به معنای چیست؟ دوستداری دانش. البته سقراطی حکیم وقتی گفتیم شهید شد از دنیا رفت، کار او را شاگردش افلاطون ادامه داد. افلاطون هم کارهای خیلی ارجمند بزرگ در عرصه دانش از خود گذاشت و بعد از افلاطون شاگردش ارسطو کار سقراط و افلاطون را ادامه داد و ارسطو در زمان ارسطو دیگر فلسفه پخت و یک فن و علمی خیلی شسته رفته تبدیل یافت و اوج خودش رسید. این نکته رو هم عرض کنم که تذکرش خیلی لازم است. در این زمان در امروز یعنی قرن 21 و 20 و 19 و 18 و اینا، وقتی واژه فلسفه به کار گرفته میشود در این 3 قرن اخیر، مراد فقط کسانی هستند که سر و کارشان با همین دانش فلسفه است که ما می‌آموزیم. مثلا الان همین در صدد بیان آن هستیم، یعنی یک دانش است که سر و کارش پاسخگویی و پرسش‌های مهمی بشری است. اما در زمان سقراط و افلاطون و ارسطو در مجموعه دانش‌ها واژه فلسفه